شما دوستان گل و عزیز کامیونیتی ما، دوستان یه ایردراپ جدید براتون آوردم، ایردراپ علامت سوال و داخل کانال خودمون لینک ورود به ربات و ادلیست مورد نیازش رو قرار دادیم. اول وارد ربات بشیم. دوستان براتون بگم که این ایردراپ 2 روز هستش که اومده و خوبی اون اینه که کاربراش فعلا بین 100,000 نفر هستش. پس عجله کنید، بین 1 تا 10 میلیون نفرات اول هم باشین خیلی خوبه، چون که ایردراپ 100% توکندهی کمتری داره، قیمت خیلی بهتری هم داره. این ایردراپ خودتون دارین نگاه میکنین برای هر تسکی چقدر توکن داره میده، ولی برعکس تمام ایردراپ های دیگه که با تسک میشه توکناشون گرفت، مثل پاوز، داگز که تموم شد و کتز و اینجور چیزا، اونا بالا 500 تا ایتوریا توکن میدن. این ایردراپ به خاطر همین توکناشو کم قرار داده برای تسکا، چون که توکندهی نسبتاً کمتری میخواد ارائه بده به کاربراش. و الان این تسکا چیز لازم دارن، ادلیست لازم دارن که یه دقیقه ما ادلیستشو بزنیم. یه لحظه. خیلی خوب دوستان، پوش ها زیاد بودن، الان میزنیم. خیلی خوب اومد بالا. میریم داخل کانال. همونطور که نگاه بکنید خیلی تسکای خیلی چیزی داره، آسونی داره. یا میگه این از یه رباتی تبلیغ میکنه، یا پست قرار میده، یا میگه توییترمون رو دنبال کنید، از اینجور چیزا. مثل پاوز که برای هر پستی که میذاره و اینجور چیزا داخل رباتش هم قرار میده که کاربراش توکن دریافت کنن. الان دیگه رفت داخل این ربات، میذاریم سر چک و توکن رو بهمون پرداخت میکنن. حالا ما نتم یکم بد بود، لودینگ میشد. میگم این ایردراپ بسیار خوبی هستش. چک. حالا میگم این ایردراپ نسبت به ایردراپ های دیگه توکندهی کمتری داره و 100% تضمین میکنم که قیمت خیلی بهتری هم داره. و همچنین خیلی دارم تاکید میکنم که بعد از دیدن این ویدیو بیاید داخل کانال ما، از طریق لینکی که داخل کانال گذاشتیم ربات رو استارت بزنید. چرا؟ چون که 2 روز اول که اومده و تا هفته بعد الا 2 هفته بعد تمام کانال های معتبر، چه معتبر چه غیر معتبر، بدونید که این ایردراپ رو تبلیغ میکنن. خب دوستان، اگر سوالی چیزی داشتید میتونید بیاید داخل کانال تلگرامی ما، به کانالی داخل قسمت سرچ بزنید مهدی پاوز وان، یا همین بنویسید مهدی پاوز وان میاد بالا. و هر سوالی داشتید میتونید زیر پستایی که داخل کانال میذاریم داخل قسمت نظردهی بپرسید، من شخصا جوابتون رو میدم. بدرود.